سلام بچه‌ها، چطورین؟ من بتبوی دات 77 هستم. امروز اومدیم اولین لانگ ویدیو چنلمون رو بذاریم. یه ولاگ بازاروسا. بریم سراغ ادامه ویدیو، با ما همراه باشید. اینجا بازاروسا براتون میگیرم ببینید دوستان. اینجا یکی از پاساژاشه بچه‌ها. اومدیم اینجا بهتون نشون بدم چه مغازه هاشه. کنید تا آخر میشید. مثل خوشمزه میخوام بهتون معرفی کنم که اصلا نیست در جهان. حتما اگه میاین اینجا تست کنید اونو تا ادامه با ما همراه باشید. اسباب بازی که همه ما به خاطر خریدنش گریه کردیم و انقدر گیر میدادیم تا آخر پدر مادرمون برامون بخرن. اگه موافقین همه اینو چوسیه جدید. بابا چی میگیرید دستتون بچه‌ها؟ اومدیم تو این پاساژ. اینجا بیشتر خوراکی داره با لوازم بهداشتی و آرایشی. یه چند تا خوراکی میخرم میارم ما هم یه تست کنیم ببینیم چه طعمیه. ویدیوشو حتما براتون میذارم. بچه از این دوست دارین بگیرم تست کنیم؟ حتما تو کامنت. تا اینجا اومدی هنو کاری نکردی بابا؟ لایک کن، ساب کن، کامنت بذار. بریم ادامه ویدیو. یاد در این کارا رو انجام بدی. فعلا مغازه تنها مغازه‌ای بود که ما همیشه از بچگی میرفتیم توش، ولی بیشتر به احتمال 90% با هیچی میومدیم بیرون. چه این از همون سورپرایزی بود که بهتون گفتم. یه چیز دیگه بگم، برو ادامه ویدیو رو ببین. اینجا بهتاش حرف اول میزنه. بخش بازاروساست، حتما اومدین تست کنید. واقعا بهترین ذرت مکزیکی آدمشو تو عمرش برد. بریم ادامه رو ببینیم. خب بچه‌ها این بخش جذابی که بهتون گفتم، همونطور که دیدید عمو حرف اول بهتاش رو میزد، داشت اینو برامون آماده میکرد. یه خوشمزه. بریم بزنیم، با ما همراه باشید. ما از بازاروسا برگشتیم. اینا خوراکیایی که خریدم بهتون نشون بدم. یه دونه از این چوب شورا خریدم، نگاه کنید. از اینا یه دونه از این نوتلا ها خریدم، از این بیسکویت ها. یه دونه دیگه هم از این آدامس تورشا خریدم که ریاکشن رو بهتون نشون میدم با خوردنش. تو شورتس میذارم با ریاکشن اینو. حتما ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، حمایت کنید. فعلا تا ویدیوی دیگه، خدافظ.